نوشته چی نوشته؟ مرد باش، سر تو بالا بگیر. من نه تنها الان سرم بالاست، دستامم بالاست، یعنی میخوام بزنم تو مانیتور. بریم برای 10 تای بعدی. آقای شایسته میخوای یه چیزی بگی بهش؟ شاید اینجوری اومد آقای شایسته. پوره باباش نمیاد. ریگیرم تو خود اینو دراگونش بزن. بریم برای 10 تای بعدی. بزن. طلایی شد مام. لجند. من اومدم برای صدراجان تسترام بعد یادم صدراجان تسترام رو رفته واسه هوت‌هاوش هم رفته. یه تسترام باز من میرم اگه اجازه بدیم. بوبیای آقامون همچین 400 تومن میده میگه بیا. چرا آخه اینجوری بهش نگاه میکنی؟ نابود کردی موبایلت، نمیخواد بهش نگاه کنی. هایا مال انگلیسیشه دیگه. هر یه ضربه که میزنه ها. آها. نه شما دماغو نگاه کن. این زلفش این همچین یه فوکلی انداخته این وره چش راستش. جان بارونم میاد. چه باحال اون انیمیشنش که میاد واقعا خیس میشه تو بازی هم. هایدرو میاد باش. خدایا چه حالی داره میکنه. جلال و جبروت. چه امام رضایی، جلالی، چه جبلوی. یه دونه 10 تایی میخوایم برای آقای صدرای عزیز بزنیم. این بازیکن حرف آخری نداری آقای صدرا؟ به نام بابام نولت بیا. سلاماتو. چیز داد به سینگشو هم داد به شینچو. زینگشو 2 تا تکیه حالا میزنیم. دان داراران داراران داراران. آبی شد. دوشواره نداره. میاد. جمع میشه. ببین جمع میشه. نگاه کن 18 روز دیگه مونده. بریم اکانت بعدی. خب آقای اومن حرف آخری نداریم؟ و خدا به زوری دارم بگیرمش. یعنی چی؟ چرا منت میذاری سر آقامون؟ به حق 5 تا انشالله. به حق 5 تا انشالله. صلواتو 4 ستاره شد. تبریک میگم. فعلا یه بپن ما به مزارت. اندازه خود نوبلت به زور بیش جمع کردیم. بابا چرا منت میذاری؟ خودش هم به زوری میخوایم بگیریم. واقعا که دقیقاً فقط تو اینجا هوتا رو میگیرم بچه هوتا رو بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرفی چیزی دوست عزیز اگه نیتت خلوص نداشته باشه آقامون نمیاد. گفته باشم نیت که داشته باشه توی بیش زدنت اینه که زودتر آقا میاد بخونه به جای اینکه اینجوری بیشاد حلف بشه. ایشالله بگیرمش. از موهاش استفاده میکنم. مگه گوسفندی چیزیه که این از پشمش استفاده کنه. یه 10 تای بعدی رو میزنیم. صلواتو 4 ستاره. ماشاءالله دیانو گرفتی. دیانو این نوله تغییر جنسیت داده بچه ها. 10 تای سومو میزنیم. این بازی کن نشد. همچین خلوصت کم بود هومن جون. چرا امشب ما کاسب نمیشیم؟ به به دوستان این یه دونه رو میزنیم. اگر شد که شد، اگر نشد نه این با واقعا ندیگه. خدای ما رو میخوام بگیرمش. بس زیادی واسه 20 تا خوبه بالاخره داره خلوصت میزنه بیرون. متاسفم خلوصت به اندازه کافی نبود آقای هومن. من تمام تلاشمو کردم ولی برات میشه تکی بزنم نمیای. اسلیپی ثابت. اسلیپی بیا تو. 5 تای بقیه هم با حضور اسلیپی میزنم. حضور نوبلت نوبلت داره مگه؟ برو گوش. چرا نوبلت برو اصلا دارن نمیخوا واقعا. برو خونه تو. واقعا که بگم بله اسلیپ پیش منم بوده کنن ادیش زد. آره گه داره میاد. ببین خلوصیت نداشتی نولت قهر کرد رفت. افول جان اصلا رد به خلوصیت نداد. نه کاب نه پاچ به انگار زیپ شلوارش باز کردن میذاره. بابا بریم 5 تای بقیه رو بزنیم. بیا یه دونه نشد. آره دیگه قهر کرد. ما این کاری کردیم من این کار کردیم نه می‌خواستم نمیده بهم. کلا 2 تا دیگه بیش دارم بهم نمیداتش. نه سمود صداش کنم.
یعنی من از این سمور انقدر آبی. بدم میاد هی داره به من این فیشله رو میده. آخرین ویشم بود. تو رو خود این بازی مف گرونه. آره یه چی دیگه هم اسکاف گرفت. چی گرفت چی؟ نوبلت پیتی 7 گرفت. گارانتی شد پیتی 7 گرفت. پیتی 7 گرفتی اینجوری داری آبم میپاشی به من؟ پیتی 7؟ پیتی 7؟ دوستان عزیز قراره برای آقای آیزاک حالا ویش بزنیم. پیتی شما چقدر بود آقای آیزاک؟ 36. بله 36. به نظر خودتون میتونید نوبلتو بگیرید یا خیر؟ آره یه 36 تا هم تو چیز دارم، میتونی اونجا یه 7 تا بیش بگیری اضافه تر. اگه نداد که اینجا هم باید 2 تا بده، اگه نداد اونم استفاده کن. میبینی چقدر بیخیال میگه حالا اگه داد که داد، ندادم حالا اونا استفاده کن، انگار نه انگار. بعد یهو مثلا بهش میده، بعد ما این وسط نه دیگه الان ببین بعد 3 تا بده، 3 نفر نگرفتن دیگه، 3 تاش بده واسه من. بعد چهارمی بگیره. خب حرفی گفته چیزی نداری آقای آیزاک به نوبلت که خودش میاد. خودش باشه، میاد. حرفی نداره. برو رو تو حرفش خودش میاد. ببین نوبل تو ببین خودش عکسشو از بالا داره نگاه میکنه، من از اونم بالاتر دارم نگاهش. آقای کارگردان این میمون و این حشره دیگه اینجا چی میخوان؟ بریم سر داستان من. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتو 4 ستاره این بازی کن. 4 ستاره 10 تای اول، 10 تای دوم. 4 ستاره شد آقای شایسته. 10 تای دوم 4 ستاره. بریم برای 10 تای سوم آقای آیزاک. 1 2 3 4 ستاره مجددا. آیک دارم حال میکنم بهت نمیدونم. ریانه رو دارم حال میکنم به من ندادش. میسو تو نمیخواستیش. نگیری یس. 5 تا دیگه دارم. آیزا که این طرف میگه که اومد که 4 تا دیگه داد معلوم نیست. بریم 4 تا تکی بزنیم. اولی شلی طلایی چی؟ نه تو رو خدا گفتی گارانتی نیست دیگه. دوله ای بابا حیف شد. داشتم خوشحال میشدم و این بکردم. ناراحت شدم توف. نه این کار نکن. نه این کارو نکن عزیزم. بله همون جایی که آسمان شکافته شده و قرار بوده یه پورتالی بیاد و اصلا اینجا داستان داره دیگه. اگر ویدیوی آخر رو دوستان تماشا کرده با دیدم دیگه. اوکی بریم 10 تای اول برای آقای شایسته. آقای شایسته حرفی نداری به نوبلت بزنی؟ نیایی پاک کردم اصلا برای من فرق نداره. کوتاه هم دارم، فقط هم همینو میخوام. ایشالله به حق 5 تا که میگیره. ایشالله 10 تای اول 10 تای اول طلایی شد. یا اول خوریش منم رو استری میبینم، خیلی ذوق نکن. آروم ذوق نکن، رو استری میبینم. آروم. پشما بابا این دهیا چه کاراکتره دادی به من؟ این چی آخه؟ میخوام چی کار اینو؟ من پای رو کوتاهو دارم، میخوام چی کار اینو؟ امشب اصلا چرا اینجوری چه ربطی به این بنر داری آخه تو؟ گارانتی شدی نیمه پر لیوان. آقای شایسته به خدا من دستم همچین قوت برکت داره. من نمیدونم اصلا مشخصه خیلی برکت داره، 2 بار برکت داره که چه کاراکتری. من اصلا تیزرایی نمیدیدم خوشم نمیاد ازش. واه چه کاراکترش رو ببین. بریم برای 10 تای دوم. ما فیشل رو با خودش دادم. چه خوردم. آقای شایسته چیشو میدی به من؟ فیشل تو میدی به من؟ بردار تو اصلا بردار به من. میخوام چیکار اینو کلا. بریم برای ویش 10 تای سوم. مرسی مهدی جون مرسی. فقط درک میکنی.
ببین مهدی برات چی نوشته. نوشته چی نوشته؟ مرد باش، سر تو بالا بگیر. من نه تنها الان سرم بالاست، دستامم بالاست، یعنی میخوام بزنم تو مانیتور. بریم برای 10 تای بعدی آقای شایسته. میخوای یه چیزی بگی بهش؟ شاید اینجوری اومد آقای شایسته. کوره باباش نمیاد. ریگیرم تو خود اینو دراگونش بزن نمیاد. این نوشته حالا بیا و اومد. یهو من این همه فوش شدم. بریم برای 10 تای بعدی. طلایی شد ما لجنده. برو چرت نگو. برو چرت نگو. من گرفت ببین دارم میگم این آقا این هاردکور دوست داره، این با قرم صدقهش خوشش میاد، این باید فوش بدیم بهش. گفت گوره باباش اومد. به باباش توهین کنید بچه، به باباش توهین کنید میاد مثل اینکه. مرسی. ببین من گفتم اومد. باباشو مثل که اژدهای خیلی خفنی بوده، دراگون خفنی بوده، بهش برخوردی ها. گفتم عالی، تشکر. 1 2 3 4 تشکر. ماشاءالله بهش بگی ماشاءالله صدقل والله بهش بگی ماشاءالله. با 13 تای بعدی نمیخواین کار دیگه ای بکنید آقای شایسته؟ من تو فکرم بود که چیز کنم. نه من تو فکرم بود که سر بنر وپنش بزنم. گون بریم برای وپن 10 تای اول. هایدروم بریم وپن میده 13 تا که بیشتر نداریم. بریم. طلا بابا من ریدم طلایی شد. یه امشب ببین از همه گرفت که برسه به شاید. وای خدا. ببین وپن خودشه یا نه؟ برو جلو ببین وپن خودشه تو یا نه. ببین هما هم بگیری ضرر نکردی، یعنی یه جماعتی دنبال هما هن. فکر نکنم وپن خودش باشه ها. یا نگو که وپن خودشه. نگو بچه‌ها بریزید درخت. اول این مراحل رو طی کنین. یه فوش به پدر آقای نوئلت میدین، بعد خودش که اومد میای رو بنر اینور ریش میزنین. رو با هم واقعا درخت جوابه. بچه‌ها من درخت رو هم بذار تبلیغ کنم. من درخت رو از ویدیوهای ریحانه یاد گرفتم که امروز داشتم تو راه ویدیوشو میدیدم، داستانی که این درخت اینجا چی کار داره میکنه و اومدم اینجا زدم. به هر حال نه تنها فامیلیم شایسته است، به هر حال کاراکترش شایسته است. خوبی؟ عیب نداره. گیم پلیاشو برات میفرستم. نمیخوام. محمد هر روز لایو بزن. لایو بچه‌ها من اصلا تو فقط لایو گنجی میرم، نوئلو تو میارم میکنم وسط صفحه، هیچ کاری هم نمیکنم. وایس اکتر این لیوای بود دیگه، درسته؟ آره. بچه‌ها راستی میدونین که آیدی اسم اکانت من کلا از اول تو این لیوای آکرمن بوده. الان میفهمم که بی ربط هم نیست که اومد خونه. به قرآن رو میکشمش زیادی حرف بزنی محمد. پرتش میکنم از بالا پایین.